سیمای زن در افغانستان، پنجره به سوی روشنایی. رشد و ترقی آرزوی هر انسان است. تجارب تاریخ بشر نشان می‌دهد که کمتر انسانی به این آرزو رسیده است. فریده امیری هستم، متولد ولایت فاریاب افغانستان و مکتب را در لیسه عالی ستاره در ولایت فاریاب. ضمن سپاسگزاری از حضور شما بانو امیری، سوال اول ما در مورد شخص خودتون است. برای ما بگوین که فریده جان در کدام مکتب درس خواند، دانشگاه را در کجا خواند و چی کار کرد؟ مکتب را خواندم و به عنوان شاگرد ممتاز فراغت حاصل کردم از مکتب. خاطرات بسیار نیک دارم از استادای ما، دلتنگ تک تکشان است که اولین برنامه را ما امتحان کردم و ما به زبان ترکی، ازبکی، پشتو و فارسی. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. با نام و یاد خدای قلم، آگاهی و عدالت. رشد و ترقی آرزوی هر انسان است. تجارب تاریخ بشر نشان می‌دهد که کمتر انسانی به این آرزو رسیده است. در کشور ما افغانستان پا گذاشتن به راه ترقی برای همه دشوار و طاقت فرسا است، اما این آرزو برای زنان مشکلاتی دارد که درک آن جز برای زنان هموطن ما برای سایرین مشکل است. دوشیزه فریده امیری یکی از این بانوان شجاع است که گام در مسیر ترقی گذاشته، نه تنها از نظر تئوری و نظری بلکه از نظر عملی کارها و وظایف زیاد را در جهت احقاق حقوق زنان در افغانستان انجام داده. ضمن سپاسگزاری از حضور شما بانو امیری، سوال اول ما در مورد شخص خودتان است. برای ما بگوین که فریده جان در کدام مکتب درس خواند، دانشگاه را در کجا خواند و چی کارا کرد؟ سلام تقدیم میکنم خدمت شما آقای محسنی گرامی و خدمت بیننده های عزیز برنامه رادیو کتاب. بسیار خوشحال هستم که با شما هم کلام است. فریده امیری هستم، متولد ولایت فاریاب افغانستان و مکتب را در لیسه عالی ستاره در ولایت فاریاب به اتمام رساندم و بعد در کنکور دولتی کامیاب شدم در رشته ژورنالیسم و 2 سال اول را در ولایت جوزجان رشته ژورنالیسم خواندم و بعد از اینکه بعض مشکلات در مسیر شورای نمبر 1 ولایت فاریاب تا جوزجان بود و مشکلات امنیتی وجود داشت، من مجبور به این شدم که دوباره خود را تبدیل کنم به ولایت فاریاب و ادامه تحصیلات را در فاریاب به سر برسانم. و همین قسم فعالیت‌های حقوق بشری به خصوص در قسمت حقوق زنان را در فاریاب آغاز کردم و تا اکنون این فعالیت‌ها ادامه داره و در این بخش و در این حوزه به یاری خداوند فعال است. بسیار خوب، انشالله که توفیقات زیاد نصیب شما شود، شما بتانین حقوق اسلامی زنان را برای زنای افغانستان اعاده کنین، شما و همکارایتان. اجازه بدین یک کمی برگردیم به گذشته ها. مکتب ابتداییه و لیسه را در فاریاب خواندین؟ بله. نمیخوایم تو قدم به قدم بیایم که فریده کوچولو، بعد فریده نوجوان، بعد فریده جوان، تا زمانی که برسین در کار که باز من شما را بانو امیری بگویم. تا او زمان من فریده جان میگم. شما را حتما. چرا نه؟ از مکتب ابتداییه بگوین، نام معلمایتان با اونا سلام علیکی بکنین. حتما، چرا نه؟ که من تا صنف نهم را در مکتب نزدیک خانه ما که از اونجا خیلی خاطرات خوب دارم، از استادای ما خیلی خاطرات خوب دارم، از دوستایم که همصنفی های ما بودن تا صنف 9 خاطرات خیلی خاص و شیرین دارم که ازشان متاسفانه دور هستم.
در مکتب نسوان پشخانی ما تا صنف نهم را درس خواندم و بعد از او چون تا صنف 9 بود مکتب متوسطه بود، من مجبور شدم تبدیل کنم خود را به لیسه عالی ستاره که لیسه عالی ستاره یکی از مکاتب نامدار ولایت فاریاب است که معمولا اکثر مردمای دیگه ما از ولایت‌های دیگه هم میشناسنش و در اونجا تا صنف 12 مکتب را خواندم و به عنوان شاگرد ممتاز فراغت حاصل کردم از مکتب. خاطرات بسیار نیک دارم از استادای ما، دلتنگ تک تکشان هستم. بخصوص اگر این برنامه را مدیر صاحب گرامی ما الحاج سریا جان احدی بیننده باشند سلام تقدیم میکنم، دوستایشان ماچ میکنم از دور و واقعا جایگاهشان در قلبم خاص است. خیلی کمک کردن. اگر من امروز به عنوان فریده امیری یک مسیر مشخص را در حال طی کردن هستم، اول خداوند و دوم با تشویقا و با یک دیکته از خانم سریا احدی است که اونا یک روز یادم نمیره یک تشویق مرا کردن و مرا مسیرم را من حیث کسی که سالها در حوزه تعلیم و تربیت تجربه داشتن مسیرم را مشخص کردن و من دمو مسیر خود انداختم، دمو قالب خود عیار کردم و تا بتانم دمو قالب مستر خدمت برای مردم و خصوص قشر آسیب دیده به نام زن شوم که اونا مشخص کردن که تو توانایی را داری یک ژورنالیست خوب شوی و تو در این قالب خود را عیار کو و خدمت را از اینجا آغاز کن. به به، چقدر خوب. رنج معلمی در افغانستان کشیدیم. مدیر مکتب بودم، به این مدیر صاحب سلام میرسانم. مرحوم شریعتی میگه ما آدم هستیم ولی باید انسان شویم. ریشه لغت انسان از انس گرفته شده، از محبت و الفت گرفته و بعد دو خصلت شریعتی به عنوان جامعه شناس اضافه میکنه که میگه آدم استاد است ولی انسان در حال شدن است، دایم در حال تکامل است. با تمام وجود میخواهیم که یک روز بانوان افغانستان به حقشان برسد. ویکتور هوگو میگه تا در یک جامعه زنا صاحب حق نشود او جامعه روی تکامل نمیبینه. بسیار دقیق است. بله. شما فرمودین که یکی خود تشویق مدیره صاحب باعث شد که شما رای آزادی زنا را انتخاب کنین، ولی یک انگیزه در درون شما مطمئن بوده. او چی انگیزه بودم؟ من فکر میکنم انگیزه بیشتری که برای من داده شد و من او را در درون خود پرورش دادم اول از جانب مادرم بود. مادرم انگیزه زندگیم هستن، مادرم تکیهگاه زندگیم هستن. یعنی مادرم در زندگیم اون نقش را داشته که خودم شاید در زندگیم نداشتیم و تشویقایشان، حمایتشان، انگیزه دادنشان در درون من چیزی را پرورش داد که من استاد نشم، استمرار داشته باشم، تلاش کنم و صرف به خاطر مادرم و بعد به خاطر جامعیم بخوایم که مستر خدمت شوم و در راه خود موفق باشم. و من فکر میکنم انگیزه قویه که در من ایجاد شد مادرم بود. انگیزه مادری و وضعیت اجتماعی شما را وادار کرد که در راه پرفراز و فرود استاد شوین و آغاز کنین. اولین کار از کجا آغاز کردین؟ اولین فعالیت؟ آقای محسنی، اولین فعالیت های من خرد بودم، بسیار خرد بودم. از صنف 8 یا 9 مکتب با گردانندگی آغاز. یک روز یک برنامه در مکتب داشتیم که قرار بود یکی به عنوان گرداننده اونجا صحبت کنم و استادا، من تا هنوز تجربه عملی نداشتم، خرد بودم، ولی بعضا صرف به خاطری که کم صدای مرا در اونجا در اون زمان دوست داشتن مرا انتخاب کردن و اما آقای محسنی همیشه در خردی خود ترس از کامرا و مایک و صحبت کردن داشتم. یعنی همیشه وقت من به صحبت کردن فکر میکردم یک ترس ناخودآگاهی در ذهن من شکل میگرفت که او را بر من سخت‌تر میساخت من برم در یک جمع صحبت کنم حتی بدون مایک و اونمو باعث شد که اینا سر من زیادتر کوشش کنن و بگوین تو یک دفعه امتحان کن. و وقتی که اولین برنامه را من امتحان کردم و من به زبان ترکی، ازبکی، پشتو و فارسی
خورد بودم، فقط از روی نوشته البته. برنامه را پیش بردم، گردانندگی کردم و اونموجه بود که این استعداد اندک اندک در من کشف شد، شناخته شد که من امی قسمی در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی پای بانم آغاز کنم و بعد کلن در این حوزه مفعال باشم. بسیار خوب. بعد از او دمی بخش ژورنالیست فعالیت کردین یا در مؤسسات خیریه هم کار کردین؟ چرا؟ فعالیت های اصلی من کلن در زمان مکتب البته در بخش فرهنگی بود، در پهلویی که من مکتب میخوندم. در برنامه هایی که فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بود بعد از صنف 11 بیشتر، البته صنف 10 و 11 و 12 رول اساسی را در زندگی من داشت، اما سرنوشت زندگی مرا تا جایی تعیین کرد، مسیر فعالیت های مرا تا جایی تعیین کرد و من خود را تا جایی مسیر خود را شناختم که در کدام حوزه من فعالیت کنم. در برنامه های فرهنگی و اجتماعی بیشتر فعالیت میکردم، گردانندگی برنامه را میکردم و برنامه های تا جایی که یادم از حقوق بشر، مقام ولایت فاریاب و مکتب لیسه عالی ستاره را و برنامه هایی که بر ما از طریق سرایه جان احدی مدیره صاحب گرامی ما بود گفته می شد، من رد نمیتونستم بکنم و اونا را پیش می بردم. و می قسمی بعد در صنف 11 در دفتر پت ارگانایزیشن در فاریاب اونجا وظیفه گرفتم من حیث ولنتیر، استاد ورزش و سپورت در مکتب لیسه ستاره در پهلویی که متعلم بودم 1 سال کار کردم و امی قسمی استاد سپورت. بله، ترینینگ هایی که از اونجا می دیدیم بعد می آمدیم در مکتب عملی کار می کردیم و برنامه های فرهنگ اجتماعی سیاسی بود. در پهلویش 1 سال فعالیتم تا صنف 12 که در پت ارگانایزیشن بود و امی قسمی بعد تا ای که در دفاتر دیگه اومدم و فعالیت های من گسترده تر کردم که بالاخره اینجا هستم و مهاجرت کردم، ادامه داشت فعالیت های. بسیار خوب. چند سال در پت ارگانیزیشن کار کرد؟ مدت 1 سال ما با جمع همکارای ما که از اون مکتب اگر اشتباه نکنم 3 نفر بودیم و یک دوست بسیار عزیز ما دست دادم به می نزدیکی ها که خداوند روحش شاد و غریق رحمت خود کنه، همکارم بود و خاطرات بسیار نیک از او زمان دارم، چون شیرینی دوران متعلمی و اولین تجربه های کاری ما بود. در این مدتی که شما کار کردین چی خطرات احساس میکردین؟ چی موانع سر راهتان بود؟ چی چالش هایی بود؟ آقای محسنی گرامی، من وقت از مکتب خلاص شدم و همزمان با این که وارد دانشگاه شدم فعالیت های من زیادتر شد. فعالیت های من فراتر از یک فعالیت اجتماعی رفت، کم کم دخیل شد در فعالیت های سیاسی فرهنگی خود قبلا هم بود و بعد من حیث مسئول ولایتی دفتر دای یا مشارکت در فاریاب انتخاب شدم و بعد مسئول ولایتی دفتر WPSO بودم که Women and Peace Situation Organization بود، مسئول ولایتیش بودم و در عین حال ما به نمایندگی از دفتر DAI که همون مشارکت از برنامه های بسیار بزرگ در سطح ولایت فاریاب را تدویر کردیم، برنامه های در خصوص حقوق زنان، برابر جنسیتی. در زمان مشارکت برنامه های بسیار زیاد را برای خانم‌ها، برای مردم فاریاب ما تدویر کردیم و یکی از برنامه ها و کارکردهای مهمی که در سالهای اخیر همزمان در فاریاب اوضاع هم و قدر از لحاظ امنیتی خوب نبود که ما در فاریاب برنامه را داشتیم، جمع‌آوری 10,000 امضا از داخل حومه شهر ولایت فاریاب بود که ما 10,000 امضا را جمع کردیم و انتقال دادیم به کابل به خاطر صلح و اونجا رایزنی‌های صلح جریان داشت و همین گونه فعالیت‌های ما در سطح ولایت فاریاب بود و بیشتر فعالیت‌های دفتر دای هم در خصوص زنا، برابری جنسیتی، ارتقای ظرفیت زنا، عدم تبعیض جنسیتی در سطحی بود که بیشتر خانم‌ها را وضعیت خانم‌ها را پوشش میداد و ما بیشتر فعالیتم هم در دفتر DAI و WPSO بود و فعالیت‌های WPSO هم نزدیک با
اینمی فعالیت هایی بود که ما در اونجا داشتیم و در یک برنامه حتی ما بعد از طریق دفتر WPSO وصل شدیم با هیئت گفتگو کننده های مذاکرات صلح در دوحه و من قطعنامه را اونجا خواندم و همیگونه بود که در راستای زنا، برابری جنسیتی و منع تبعیض علیه زنا به عنوان قشر ضعیف و مخاطب بعض از اقشار جامعه که زن را به عنوان یک مانع و نمیتوانند خطاب میکردن و مخاطب قرار میدادن خودم قرار گرفتم و همین گونه بود که مشکلات و چالش ها سر ما آمد تا ای که خطرات را هم متقبل شدیم. گفتم که حتی من رفتم فاریاب تبدیل کردم خود را و اینمی مسیر پرپیچ و خم و پرچالش بود که سرنوشت ما را امروز به مهاجرت کشاند به کشورهای دیگه. اگر یک کمی برگردیم در زمانی که امضا میخواستین جمع کنین، چند نفر بودین؟ باز کوچه در کوچه میگشتین؟ چی رقم امضاها را جمع آوری میکردین؟ با چه مشکلات برخوردین؟ مردم با شما چی برخورد میکرد؟ آقای محسنی، اگر من دقیق برم در اون زمانی که ما امضا جمع آوری میکردیم، یک خاطره تلخ و شیرین از زمان ما دارم. بسیار چون او زمانی بود که همگی رفته بود داخل خانهایشان. همگی نه، خطاب جمعی که قید کنم همگی شاید مناسب نباشه، ولی اکثریت می ترسیدن چون واقعا اوضاع خوب نبود. ما زمانی که با تیمم می رفتیم جمع کردن امضا، ما بودم، راننده ما بود و 4 الی 5 همکار ما بود که 2 از طبقه آقایان و 3 یا 2 نفر دیگه از خانما به شمول خودم بودیم. وقتی که ما جمع آوری امضا می رفتیم، بنر بسیار بزرگ در دست ما بود و عملا امضا را جمع آوری می کردیم، کوچه به کوچه، خانه به خانه از مردم می خواستیم به خاطر ای که صلح در افغانستان بیاید، رای شما را، رای مثبتتان می خواهیم و شما اینجا امضا کنین تا امضای شما صدای شما باشه برای کسایی که ما می خواهیم میره این امضا را انتقال بدیم با اونا به سطح جهانی، بخواین از جامعه جهانی که در افغانستان صلح بیاید. و این امضا را ما زمانی که جمع آوری میکردیم صدای شلیک مرمی در گوشای ما شنیده میشد محسنی صاحب واقعا، و این خیلی ما را واقعا نگران میساخت از وضعیتی که داشتیم و من یادم نمیره برقه در سرم بود، چادری میگیم به زبان خودمون، چادری در سرم بود و ترس از این داشتم که خدای نخواسته ما اگر دورتر از شهر بریم که باید میرفتیم اندکی دورتر، کسی مرا نشناسه و اگر بشناسه باز برای من کدام مشکلی ایجاد نشه. و همین قسم بود که ما با اینمی قدر مشکلات، با صدای فیر و مرمی، شدت جنگی که در او وقتا جنگای پراکنده‌ای که جریان داشته البته، ما تانستیم که امضا را جمع آوری کنیم و انتقال بدیم به کابل و رئیس زون شمال آقای احمدی صاحب گرامی، شخصیت بسیار نیک با دانش، هم رئیس و بعد به عنوان یک برادر حتی میتونم خطاب کنم که ظاهر شد و من ازشان خیلی آموختم، ازشان کار کردن و یاد گرفتم، آموختم مهربانی را، برخورد را. من سلامای خود را تقدیم میکنم برشان در هر جایی که هستن، صحت سلامت باشن و برشان انتقال دادیم امضا را و در سطح بسیار بزرگ در کابل برنامه تدویر شد و امضا در اونجا به نمایش گذاشته شد و صحبت‌هایی در قبال امضاها و برنامه‌هایی که قبلا در ولایات در سطح افغانستان مشارکت داشت صحبت و بحث شد. وقتی که سخنگوی تعیین شدین چه احساس داشتین؟ احساس غرور، هیجان، ترس، کدامش؟ آقای محسنی، در برنامه کابل از من خواستن که در پنل اشتراک کنم. خب و به خاطر اینکه امضا را موفقانه جمع آوری کرده بودیم، من حرکت حاصل کار ما و همکارای ما بود و رهبریت خوبی که آقای احمدی صاحب داشتن از دور که ما تانستیم این امضا را جمع آوری کنیم. احساس غرور میکردم، البته مثبت، به شکل مثبتش، و چون حس میکردم اندکی شاید کاری کرده تانسته باشم، مفید واقع شده باشم و در اون شرایط سختی که و چالش هایی که در مقابل برای ما قرار داشت. و بعد از او یک احساس ترسی هم بود از آینده نامعلومی که در افغانستان بود، از ترسایی که ما در فکر ما پرورانده بودیم. ولی با آن هم ما دقیق یادم نیست، ولی
یک متن بود به شکل قطعنامه. چیزی خواندم ولی در پنل اشتراک نکردم، چون من قرار بود دوباره باز برم فاریاب و بعض مشکلاتی که من نمیخوایم صحبت کنم در واقع صد رای ما بود، من نتانستم که ای جسارت را کنم، ولی در برنامه ها بودم. بسیار خوب خانم امیری. در وقتی که امضا را جمع میکردین با شوخ طبای جامعه برخورد کردین که محسنی صاحب، جامعه ما خودتان آگاه هستین، از بطن همون جامعه هستین، هر گلی را پرورانده به خود، هم شوخ طب داره، هم خوب طب، هم بد طب. متاسفانه بله، چرا نه؟ بعضا میگفتن که این امضا چی فایده میرسانه به ما و بعضا میگفتن که اصلا نیاز به این سوزار شما شاهد هستین، دیگه فکر کنین در خط آخر هستیم. ولی صحبت ما به عنوان کسایی که در این حوزه فعالیت میکردیم باید مثبت می بود که بود. برشان میگفتیم تلاش خود ما را میکنیم، از ما چیزی زیادتر ساخته نیست و هر چیزی که فکر میکنیم یک تغییر کوچک ایجاد میکنه ما شما باید رو انجام بدیم و امی تشویقا بود که دلشان نرم میکردیم تا همراه ما همکاری کنن و بعضیشان واقعا خیلی حمایت ما میکردن، با وجودی که خانمایی بودن، آقایان بودن که اصلا مکتب نرفته بودن، سواد نداشتن و حتی امو طریقه امضا کردن را درست نمیفهمیدن، ولی خیلی استقبال میکردن و امو فهم و آگاهی را داشتن در مقابل ای که صلح بیایه، آرامش بیایه در جامعهشان. بله، یقینا. گرچه آلی رایج شده که کلگی میگه افغانستان بیسوادی و بیسوادا خراب کرده، ولی واقعیتی است که افغانستان با سوادا خراب کرده. مولانا هم گفته بود که عالم شدن چی آسان، آدم شدن چی مشکل. ما از این بیسوادایی که عمق آدمیت درک میکنه در جامعه زیاد داریم. جهان سپاس بانو امیری که وقت گرانبهایتان با رادیو کتاب دادین. انشالله این برنامه ها در سیمای زن پخش میشه. بیننده های گرامی، تشکر از شما که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب از شما و متعلق به شماست. ما متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای هستیم، به این معنا که از هر نوع تفکر، از هر اندیشه و همه اندیشمندان به گرمی استقبال میکنیم. لطفاً با انتقاد، پیشنهاد، سابسکرایب و لایک و شریک ساختن برنامه های رادیو کتاب تشویق کنین. تشکر بانو امیری. اگر آخرین خداحافظی را در این بخش اول انجام میتین، مایک در خدمت شما. سپاسگزار هستم آقای محسنی صاحب گرامی از دعوتتان. برنامه واقعا عالی بود، صحبتایتان واقعا در خور ستایش بود و خوشحال هستم که وقتتان را گذاشتین. حتما انشالله در برنامه های آینده در خدمت. تا دیدار بعد، بدرود بیننده های گرامی. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.